این مشق‌ها یکی از بزرگترین آزمایش‌های وسیع مقیاس دو طرف است که زیر نام ماری افعی شمالی صورت می‌گیرد و در آن 3,500 سرباز شرکت می‌کنند. تمرین‌ها تا 28 آگوست ادامه می‌یابد و در آن سربازان از سلاح‌های دستی تیراندازی می‌کنند. همچنین مشق‌های گروهی با استفاده از توپخانه‌ها در نظر است. فرماندهان آمریکایی می‌گویند سربازان دو طرف به آسانی با هم زبان یافتند. با من بیشتر از همه این معقول شد که نیروهای بحری با همتایان ژاپنیشان پهلو به پهلو قرار گرفتند. مانع‌های زبانی را برطرف می‌سازند، از همدیگر می‌آموزند و تجربه‌شان بیشتر می‌شود. رزمایش در پس منظر شدت گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و کره شمالی صورت می‌گیرد ولی با آن ارتباط ندارد. به مشق‌ها نظامیان آمریکایی از پایگاه نظامی که در اوکیناوا ژاپن جایگیر است جلب شدند.